بریم به طریقه یا بگیم در تب مدیریت بیماران چطور یک مریض اضافه کنیم. در مدیریت بیماران میریم در قسمت درج بیمار. این قسمتی هست که ما بیمار خود اضافه میکنیم. چیزایی که ضرب در داره به معنای چیه؟ اجباری هستن. خب ما یک نامی را وارد میکنیم، مثلا سنش رو وارد میکنیم و جنسیت، شغلش، میتونیم بگیم که رفرش کی هست، آدرسش در کجا هست. خب دلیل مراجعه و بعضی چیزهای اضافی داره، ولی اینی رو حتما دکترش اضافه کنید و عکس هم میتونید اضافه کنید و ذخیره. البته بعد از این ما میتونیم شرایط پزشکی از این هم اضافه کنیم. شرایط پزشکیش میگیم که مثلا غدد درون ریزی داره، این رو اضافه میکنیم و ذخیره بیمار. خب این بود قسمت درج بیمار.